کمالگرایی وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی 1000 بار فکر میکنی و یه ذره هم عمل نمیکنی. میخوای زبان رو یاد بگیری ولی هنوز شروع نکردی. میخوای ورزش کنی ولی هنوز باشگاه ثبت نام نکردی. میخوای یوتیوب رو شروع کنی توش محتوا بذاری ولی انجامش نمیدی. ایول، من خودم هم تقریبا همینجور آدمیم ولی الان دارم روش کار میکنم. خب ببین، کمالگرایی یه چیزیه که هم باعث ترس میشه، هم باعث میشه که تو تنبلی کنی. یعنی هم اهمال کاری، هم ترس، هم خجالت کشیدن، 1000 تا کوفت و زهر ما رو با خودش میاره کمالگرایی. حالا این کمالگرایی چطوری کم میشه، از بین میره، میشکنه، خورد میشه؟ با اقدام کردنه. آقا ببین، من یوتیوب رو هی دارم مدت هاست، یه ویدیوی گذاشتم، اگه بریم ویدیو قبلی منو ببینین، یه ویدیویی گذاشتم گفتم که میخوام شروع کنم و کمالگرایی رو بذارم کنار، دوباره دچار کمالگرایی شدم. ببین، کمالگرایی اینجوریه، بعضیا که کمالگرایی رو میخوان از بین ببرن این کارو میکنن، میگن ببین من از امروز دیگه نمیخوام کمالگرا باشم، توی از بین بردن کمالگراییشون هم کمالگرایی میکنن بعضیا. خب این نمیذاره که تو موفق بشی، این طرز فکر نمیذاره تو رشد کنی. حالا من خودم اومدم تو اون ویدیو گفتم که آقا میخوام کمالگرایی بذارم کنار و ویدیو رو شروع کنم، یه ویدیو گذاشتم دوباره نذاشتم، دوباره رفتم تو فاز کمالگرایی. پس آدمی که میخواد کمالگراییشو کمتر کنه اینو میپذیره که ممکنه من دوباره مثلا یه هفته دیگه این کمالگرایی دوباره بیاد بالا. خب پس میپذیرم که من یه انسانم، پر از باگم، پر از خطام، پر از اشتباهم، ممکنه دوباره هم کمالگرایی کنم. حالا من چیکار کردم؟ من برای یوتیوب کلی مدت ها بعد از اون ویدیو دوباره فکر کردم، دوباره اطلاعاتمو بیشتر کردم که به نظر خودم بیفایده بود. یعنی من برای شروع یوتیوب اون اطلاعاتی که داشتم، اطلاعات تخصصی خودم کافی بود، اطلاعات الکی بیشتر میخواستم در مورد یوتیوب به دست بیارم، فایده نداشت. من اگه اون موقع شروع میکردم بدون کمالگرایی، خب اینجوری بود روند رشدم. ولی الان حالا به حساب خودم رفتم مثل اطلاعات خودم رو در مورد یوتیوب بیشتر کردم، از اینجا دارم شروع میکنم. یعنی من اگه از نقطه پایینتر حتی شروع میکردم، از 2-3 هفته 4-5 هفته پیش همینجوری میومدم بالا 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 بالا، الان توی این نقطه بودم، توی این بازی زمانی توی این نقطه بودم، ولی الان اینجام، تازه میخوام از اینجا صفر شروع کنم. پس کمالگرایی میدونی چیکار میکنه؟ شاید ضعیف شروع کنی، شاید در و داغون شروع کنی، میخوای ویدیو بذاری، محتوا تولید کنی، میخوای مقاله بنویسی، میخوای یه بیزینس رو راه بندازی، شاید در و داغون شروع کنی، ولی وقتی میری به سمت اینکه بهبود مستمر، کاریزن، یه مفهوم ژاپنیه، هی میخوای بهترش کنی بهترش کنی بهترش کنی بهترش کنی. حالا تو اگه 0 هم باشی، منفی هم باشی، شروع کنی، اقدام کنی، همینطور ذره ذره بهترش کنی، خب توی یه بازی زمانی مثلا فرض میکنیم 3 ماهه به یه نقطه فوق العاده عالی میرسی. ولی اگه کمالگرا باشی، بگی آقا من 2 ماه میخوام تحقیق و بررسی کنم، میخوام یاد بگیرم که چطوری محتوا رو بذارم، حالا تو 2 ماه فکر میکنی، اون 1 ماه هم با خودت کلنجار میری که حالا ویدیو بذاری نذاری، اون کاری که اون هدفی که داری رو انجام بدی ندی، بعد آخرش بعد اون 3 ماه تازه سر 3 ماه استارت میزنی و مطمئن باش اون استارتی که سر 3 ماه میزنی به شدت پر از اشکاله، با اینکه خودتو آماده کرده بودی که بی‌نقص شروع کنی، ولی بازم پر از اشکاله. ولی اگه تو همون منفی بودی، 0 بودی، ولی ذره ذره بهترش میکردی، سر این 3 ماه 10 پله، باور کن 20 پله بالاتر بودی. حالا چیزی که هست، من این کمالگرایی رو هنوز تو خودم میبینم. یعنی آدمایی که کمالگران میخوان ریشه کنش کنن. آقا ریشه کن کردنش خیلی سخته، اصلا من میگم شاید نمیشه. بپذیر که آقا یه بخشی از یه لایه‌هایی از کمالگرایی تو وجود تو هست، اینو بپذیر. حالا بگو من میخوام اینو کم کمش کنم. خب حالا من همین کارو کردم، کمالگرایی شدید تو شروع کردن یوتیوب. یعنی دیگه اینایی که من بهشون گفته بودم میخوام یوتیوب رو شروع کنم، دیگه میگفتم بابا تو دیگه ما رو خسته کردی، پس کی شروع میکنی؟ خب اینقدر گفتی میخوام شروع کنم، پس کی؟ پس این کمالگرایی رو من گذاشتم کنار، شروع کردم به استارت زدن و اجرای ویدیو. مطمئنم ویدیوهایی که الان دارم میذارم مثلا خوب نیست، یعنی اون چیزی که میخوام نیست. خب ولی مطمئنم اگه همین روند رو پیش برم، ذره ذره اصلاحش کنم، چکش کارش کنم، بهترش کنم، ظرف 3 ماه دیگه فوق العاده کیفیتش بالاتره. و یه چیز دیگه، اگه من الان این چند مدته بکشم عقب، کاری نکنم،
3 ماه دیگه اون ویدیویی که میدم اصلا نمیتونه قابل مقایسه باشه با اون ویدیویی که من ذره ذره روش کار کردم به اون نقطه رسیدم. پس میخوام بگم آقا بپذیر کمالگرا بودنو، نمیخواد ریشه کنش کنی. من هر موقع خواستم ریشه کنش کنم از اون ور افتادم. پس بپذیر یه کمی کمالگرایی، خب یه کمی تا هر قسمتی، و بگو من اینو میخوام کمش کنم. توی از بین بردنش هم نمیخوام کمالگرایی کنم. حالا بلند شو، اون هدفی که داری واسش تنبلی میکنی دیگه، ول کن یوتیوب گشتن و ول کن شبکه‌های اجتماعی رو بالا پایین کردن واسه انگیزه گرفتن. همین الان این گوشی رو بذار کنار، اگه با لپتاپ داری نگاه می‌کنی بذارش کنار، برو سراغ اون کاری که باید انجامش بدی. یه ذره اقدام ارزشش از کیلومترها فکر بیشتره. خب پس برو انجام بده. یه ذره یه قدم کوچیک برداری خیلی ارزشش بیشتره که بشینی همینجوری ساعت‌ها و کیلومترها من به قول من فکر کنی. پس برو انجامش بده. قبل از اینکه این ویدیو رو قطع کنی لایک و کامنت یادت نره، سابسکرایب هم بزن، اون زنگوله کنارش هم بزن، چون می‌خوایم پرقدرت تو یوتیوب فعالیت کنیم. امیدوارم شما جزو کسایی باشین که از همون اول کار با ما این و با هم پرقدرت میریم جلو. کسایی هم که با ما هستن احتمالاً جلوتر یه مزایایی دارن که بقیه ندارن. مرسی، ممنونم که تا اینجا با من بودید. خدا نگهدار.